بیاین با هم تست کنیم ببینیم اگه 8 آیرن گلم بزنیم جلوی واردن چی میشه. خب من اول اومدم 8 آیرن گلم، یعنی 8 از این آیرن بلاک ها، از اینا که آیرن گلم اسپان میکنه درست کردم. 8 تا 4 تا این بعد 4 تا باید فکر کنم حالا. آره دیگه 8 تا. خب و شروع کردم اسپان کردنشون ببینم آیا میتونم واردن رو بکشن یا نه. خب اینجا که واردن ما اسکوله و دنبال این اسلایم احمقه، بخاطر این مجبوریم اسلایم رو بکشیم و یه واردن دیگه اسپان کنیم چون زدن دهن واردن رو سریز کردن. خب این یکی واردن رو اسپان میکنیم و ببینیم چیکار میکنه. خب زد داره همشون رو صاف میکنه، ببینیم چی میشه. اینم صاف کرد و حتی این یکی هم صاف کرد. ببینیم این احمق چیکار میکنه. کشتش پشمام.